تتو شوخیه دیگه. سلام خوبید؟ تتو شوخیه. چرا باید شوخی باشه؟ دوریم رفتید دیدید دیگه. شوخیه چی؟ اینا رو ندیدین تازه. بهم میاد. واقعا بهم میاد. نمیتونی بگی نه. هم ریاکشن تو ببینم. یه اتفاق خیلی مهمی افتاده و نیاز به این دارم که تو ببینی چیزو استوریمو. آرتین رو صورت تتو زدی آرتین؟ یا آره دیگه فیلتره؟ داری تو استوری نمیبینی. نه اسکل بیا تو لایوم الان ببین. فکر کردی برای چی دیگه صدات نکردیم؟ چون کارمون طول کشید با امیر. گردنمو ندیدی؟ آرتین بیخیال آرتین. داداش سجاد چایی شدم. خفنه که. بیا لایو ببین. بیا لایو ببین. بیخیال آرتین. بابا بیا لایو ببین داداش دارم بهت پاک میگم. میشه داداش پاک میشه جو نده. آقا چرا زر میزنی آخه دیگه؟ استوری نشون دادم اینجا دارم نشون میدم یعنی چی پاک میشه؟ من پاک میشه رو نمیفهمم. چرا اینقدر عجیبه برای همتون که من این کارو یه روز که کردم؟ نمیتونه انگار از بزنه من که داداش. بعیده. تو یه روز داداش که نگاه نمیتونه کن این بزنه که داداش این طرحو همه از صبح رو. داشتیم کار میکردیم روش. این طرحو از صبح داشتیم روش کار میکردیم. مبارک باشه 6 داداش. ساعت. داداش یه روز قربونت. هم نمیتونه بزنه آرتین اسیاری. من میدونم. چرا این طرح من و فوش لذت ببرید بذارم. خلاصه. دارم میگم ریلزش میاد بیرون میبینید یعنی برای محتوا بوده. ریزش حالا اومد آره برای امیر بود ولی آره نه من واقعا این کارو نکردم آقا. من واقعا این کارو نکردم. دیگه خیلی تو دیگه تو دهن ماچه خودش. دیگه. ببین دیگه این همه تتو روی حالا ببین این کلاشو الله رو بیا ببین رو دستمه تو استریم دارم نشون میدم. این دیگه خیلی تیر خلاص بود. تو این کار نکنی ما این کارو میکنیم. نه شام نخوردم گشنم و باید برم شاممو بیارم. اگه شاممو بیارم شما میگید آرتین چقدر میخوره. نه برو بیار شما تو برو بیار. دارم میارم. محمد قم صحبت کن. یک دو سه بزنید. نباشیم. دیفن کامساتون نباشه. یه خورده خب تولید محتوا کنید برای آره بچه‌ها. چی میشه مگه؟ کانتنتی ندارم الان واقعا. محمد مسخره خوردم کن. سیرم این و کانتنت کانتنت. ندارم. محمد مسخره کنم. سگ محمد مثلا. غذا خوردم سیرم و داشتم کانتنتی محمد- ندارم. حسام هر موقع گشتنش میشه کانتنت داره برای بچه‌ها. Her in the game. حسام گی. حسام گی. داداش بتلفیلد دیگه الان گی. الان جلی F35 Rapture. Training grounds bulletin. بولتین So موزیک واجی ببین قشنگ تستوسترون میباره این گیم برعکس وارزون که دیگه گیزون واقعا. داداش کمپین رو بزن و برو تو با اینکه نخریدیش. او حسام یادلو پورا میبینی؟ گرافیک داداش همینجا داری لگ میخوری تو منو. نه اوکی هم سگ دست آموزتون. تیبک کنیم سگه رو. So what the fuck was that? One down. A squad wipe. I'm going to lose. First key, brother. I'm the fucking best player in this fucking game, mate. So سمند تو درش با کردم. چاقو زدی. سمند من چاقو نزن. اوه نباشه انقدر حسام. حتی مچه اول با باتا میندازه زیاد خوشحال نشد. محمد چقدر بدخواه چونی هستی تو. راضی نیستی داداشم یه دوتا کیل بگیره. آی ای مادر جنده. زده رو زده. بابا حیف باشه آقا. پا هم زده فقط نما کن تو گرافیکه. محمد خفش تو نظر نده محمد. اصلا میخوام میوتت کنم صدات رو استریم هم نیاد. کجا رو باید ببینم من؟ محمد حرومزاده مگه با تو نیستم میگم خفه شو محمد حرومزاده. ETA بذارم شنی؟ محمد خواستی اجازه بگیری حرف بزنی فقط میتونی بگی هاپ همین در همین حد. افسار چون اینو بذاریم شاید بهتر باشه. افسار نیتیو بذار بعد افسار آن کن ببین اونم آف نمیشه. عجب نظری دادی محمد. کیروم شکست. اول آنش کن بعد آفش کن ببین چی تغییر میکنه. فریم کیر
حسابی محمد به چی خندید؟ والا زنت. شو اشیری ایم. بچه‌ها یه رفیق دارم ایمش خوبه. رفیقم. بات ها رو آجی. توش همین محمد بات چقدر آدم شیلد ما رو حسودی شکون هستی. والا نه ندارم. شمام ریخته آجی نکن چه نمیتونی بری باگی. بالا اینا وارزون بود میرفتی نوجو هم زده بیا شو حوافظه رو تمام ریس چقدر تدا کرد. حسام یه روز زدی گایدی کسپرش کردی حسام. بیناموس من میزنم این کونی میره لوت میکنه میشکنه به نظرتون بچه ها؟ شکست کیروم شکست. داداش وای چه میسی. بیا اونجا فایت نده عقب افتاده اونجا فایت نده اوپن فیلده حاجی من باید همه جا به پلیر یاران باید گوساله باشن عقل نداشته باشن بیناک بیا بیا عقب افتاده بیا با تو نیستم بیا استریمم کیما؟ آره 9 تا کیل زدم آجی اصلا حسام یادلوپور خداوندگار این بازیه بیا استریمم میگم ویکتوری بچه ها اولین وینمون اورا 14 تا کیل انداختم هوری 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 بردی حسام. 8 کیلز این یارمونم با یه دونه کیل اسمال تو بست پلیر این گیم نیست نو جوک your phone is ringing your phone ringing خب your phone is ringing داونتاون بریم Singapore dropped 14 bombs on BF6 bro. وین کردم آرتین از گری راند آره دیدم داشتم میدم داداش. your phone is ringing محمد اگه یه کاری اپیزود کنم نیتیو کل بذارم. کامیونیتی دیگه صدات کنن سگ محمد چه اتفاقی واسط میفته؟ کامیونیتی یوتیوب. بچه شاتگانش افتضاحه بچه ها شاتگان پلیرها کسکشن کلا. اومدیم و یه شاتگان پلیر الان ویورت بود. آفرین دقیقا اومدیم و یه شاتگان پلیر که محمد باشه رفیقم بود. اون موقع چی؟ اون موقع تاییدی میشه بر حرف من. حسام داشت کاش بعد این افارتون شاتگان نمیذاری فاک مرد
شات کن زدم مرد. خایمالا آخر قصه میمیرن. چند بار اینو بهت بگم اسام. داره یار من کسخلو نکن. سکند چانس 2 بار میتونی بمیری؟ My phone is ringing. یا فالنگینگ. ریپ اسام با خایمالی بازی نکنی ها. خوب بازی کن که بچه دارن نگات میکنن. خب بیا بزنش دیگه بابا، ریدم تو یه ثانیه دهنت بی استعداد. حسام یعنی از پایین به از کمر به پایین تیر خوردی؟ یعنی کیرخواهی میخواد مثلا تیر خورده؟ زدش؟ آره بابا اچ یک شد آجی، اچ لیترالی یک شد. Your phone is ringing. حاجی چقدر ساوند افکت بازی گاده. اصلا ساوند بازی خداه. مثلا محمد داشت صدا پا برعکس میگیره. وارزون، برعکس وارزون. برعکس وارزون واقعا. گوز من از ساوند تو بهتره. ون نارنجی شبیه چیز میمونه. تاکسی چی بود؟ فیک تاکسی. وایسا نزدیک وارزون شاید فستر باشه. وارزون فستره، این ذره ریل تره آره آره همون. نسبت به وارزون. این لحاظ از بکنم تخمی چه میشه. خب. نه هستمش یه ذره ریل تر باشه. وارزون خیلی دیگه افتضاح شده. مثلا یارو واقعا دیگه داره پرواز میکنه داخل بازی. میدونی یه ذره بازی موومنت کنتر اینم- باشه، پیس گیمو یه ذره بگیرن که اسلاید نداره. اون یارو اسلاید که- نداشتن اذیت میکنن نظر من. شاید اسلاید ها، یعنی اسلاید ها داشتم بودوه. اینا تو میتونی هم چیز کنی هم اسلاید کنی مثل وارزون، هم تیر بزنی. و همون باگ داره دیگه داداش، انقدر موومنت اضافی به گیم از نظر من اد کردن بازی دد شده. آره. یعنی خب سری بله بله. اصول خودت دمش خوردی. این هم اصلا ویکتوری. دلو به بود. نظرم. به به به. خداوندگار گیمه ببین. به به. محمد اگه ازم بدل گرفتی چیزی ببخشید داداش، چون دفعه بعدی یه چیزی میگم که بیشتر بدل بگیری. بهم حالا میاد چه اون تتو کردن؟ مامانت دید؟ نه اصلا نمیاد. اصلا بدلی چندمین نفری هستی که این حرف میزنی. اونایی هم که گفتن بهم میاد سر این بود که دلم نشکنه. بعد که بهشون گفتم آره، فیکه آره. گفتن خدا رو شکر. پرنکشون کردم مامانم اینا رو. اومدم خونه ببین تا در باز شد دیگه فرصتی نداشتم که بگم آقا اینا مثلا تتو فیک گفتم ماژیکه بد میزنی تو کاری موجی، نداشته باش. چقدر بد میزنی. گفتم برای تولید محتوای فقط ولم کن. ریاکشن مامانت چی بود در بازی؟ گشته مامانم دارم فیلمشو دارم. بریاش رو استریم گذاشته بودم. واسه بازی ازم تموم شه. بعدش بهش گفتم که مثلا اومدم سلام کردم. گفت اون چیه؟ بعد تا دیگه داشت چشاش درش میشد گفتم غلط کردم. به خدا ماژیک همش رنگی. پدر یوتیوب فارسی ها. یوتیوب فارسی بی پدر اگه اون پدرش باشه. حتی یعنی آریو کیوکسر هم نگفتی. خب حتی یعنی چه میدونم کی دیگه تو یوتیوب فارسی فعالیت میکرد قدیمی بود. تو پدر یوتیوب فارسی خودش هم چیزی رو باور نمیکنه بهش بگی، خودش میخنده. خودش تو من دوست داره بهش میگن. خیلی هم میگم وقتی ایگو بهش میدن دیگه. ایگو بهش میدن، ایگوی گوزکی بهش میدن. نه من به کیش هیت نمیدم. رو استریمم میگم به هیچ استریمر یا یوتیوبری توهین نکن. ولی این یارو چون خودش آدم هیتریه بقیه رو هیت میده، پس ما هم میتونیم تو استریممون هیتش بدیم. پس به کل آره دیگه، کسایی که من جایزه گفت که آره، بردن خودتون- بی احترامی کرد دیگه. به کل خودتون گفتش جایزه که میگیریم به آفرین. خودتون جایزه میدیم. آره گفتی گفتش کیرم تو جوایز و مثلا کسی که میاد به
کومان سر اون هیت حرکت داره، میده، سر اون حرکت واقعا بی‌منطق و کسی که میاد به تخمی‌بازی نظر داره. من به کومان هیت میده هیچ احترامی برای خودش قائل نیست. تو داری به کسی کومان هیت هیت میدی که داده؟ یارو آره دیگه میگفت خودشون برای خودشون جایزه میدن دیگه. کلا به کسایی که تمام کسایی که یا تو مثلا این جمع میگفت بودن یه هیت برای اومده خایه مثلا به مالی. سام صابری میگفتش که سام صابری برای خودشه که مثلا اومده استریم خیریه زده. تو چقدر باید آدم پلشت و به درد نخوری باشی که مثلا برای یه کسی که ثابت شده است این همه سال تو کامیونیتی بگی که یارو مثلا چیه خیر کاسبی خیریه را انداخته. خیلی باید پلش باشی همچین حرفایی راجع به بقیه بزنی. تو چرا آدم هیتری هستی؟ علی کونی بس من تو کومان آخه دوست دارم، من جدی کومان دوست اصلا اعصابم خورد شده کی بود این کومان دوست کسچر نداره گفته واقعا؟ بود. والا همه دوست دارن. تو خیلی آدم پلشتی باید بهش بیای واقعا مثلا به من کومان کی چرت و شنیدم پرت کومان بگی. دوست داشت. واقعا بهترین کار با کیفیت ترین کار رو یوتیوب فارسی هم اینا دارن آقا ارائه آخه به میدن. کومان آخه که من- نگو. جالب میدونی چیه؟ نه داداش گفت خودشون برای خودشون، گفتش اصلا کل کسایی که تو اون مراسم بودن رو دیس کرد. گفت من کلاس چه میدونم مهد کودک بودم، همه دویدن رفتن اومدن، من دویدم رفتم اومدم جایزه رو به من. یه همچین کس شعرایی به هم دیگه پیوند داده بود میگفت. حرفای چرت و پرت بی ارزش. بیا داداش این ناراحتی که جایزه نبردی بیا جایزه تو شورت منه، بیا جایزه تو بهت بدم. اینقدر آدم هیتر آخه. یه بدتر. اورا شالا جدی بعد جالب بود می‌دونی چیه جالبتر از جالبتر از تو فنای علیسان فنا شدی واقعیت ها رو میگی دمت گرم داداش چقدر تو حق گویی تو این دنیا که همه دروغ میگن تو صداقت داری. به دروغ میگن. وای همه دروغ می‌دونی میگن، چیه؟ کل کامیونیتی داره دروغ حرف- میگه، کل کامیونیتی اینجوریه اصلا اینجوریه. آخه بزرگترین پروژه علی یوتیوب چی بوده میشه به من بگیم؟ مثلا سام صابری نمیدونم اومده توی ارتفاع مثلا چه میدونم چند متری بود نمیدونم تو اون ارتفاع اومده وارزون استریم کرده و اونو مثلا گذاشته. یا مثلا به اصطلاح رضا آینه بفرمایید شام داشته. این پادکست کومانینا رو میگی. علی زودیاک علی زودیاک گلیا پوچش واقعا اصلا بنگر بود. بچه‌ها واقعا واقعا بنگر بود. میگم کسایی که اونجا چیز گرفتن داداش، کسایی که اونجا جایزه گرفتن واقعا حقشون بوده. ولی این علی که میاد کس شعر میگه راجع به مثلا یه کسی که ثابت شده است، این یارو فقط میخواد خودشو خراب کنه. مثلا میاد راجع به کس شعر داره میگه، میخواد یه هیتی به بقیه بده. فلانی جایزه بچه، گرفته جایزش بی این مچو ارزشه. دارم با کامدین میزنم بچا. این مچو دارم با کامدین میزنم. با کامدین واسه این کامدین رو ببینم. لوسیفر واقعا. در خلاصه که کیرم تو دهن همچین آدمای به درد نخوری. بچه‌ها مرسی که بودید، خیلی دوستتون دارم، عشق منید، میخوامتون دلی. ممنون بابت تک تک نگاه‌های زیباتون. همین که